إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. برادرای نهایت مخلص و مؤدب و موحد و نمازگزارای عزیز، الله جل شانه خلقت ما و شما را هدفدار بیان کرده و مقصد خلقت و پیدایش ما را از خود ما هم بزرگتر و بلکه از تمام مخلوقاتی که در نقشه کائنات و مخلوقات و تمام موجودات هست، از همه با ارزشتر مقصد خلقت ما هست. مقصد خلقت ما بالاتر از تمام اسباب و ذرایع و وسایل و تکنولوژی که در روی زمین همه مردم غلامیش را میکنند، یک ثانیه و یا یک دقیقه مقصد خلقت ما از همه اینها با ارزشتر است. مقصد خلقت ما از ملائکه و جنیات و تمام انسانیت و تمام مخلوقات با ارزشتر است. همه نظام کائنات و مخلوقات برای غلامی مقصد خلقت ما پیدا شده و ما با همه صفات خوب برای غلامی و عبدیت و بندگی الله متعال جل شانه پیدا شدیم. الله متعال زور و طاقت و توانمندی که برای یک مرد مؤمن و مسلمان داده، او توانمندی را نه اتم بم داره، نه زراعی داره، نه وسایل داره، نه تفنگ داره، نه هواپیمای بدون سرنشین داره، نه اسباب داره، نه جنیات داره، نه کل انسانیت داره، نه دلارها داره، نه ماشین ها داره و نه اکثریت داره. به غیر از ذات پاک الله متعال طاقت یک انسان بالاتر از دیگه هیچ مخلوقی نداره. الناس معادن، انسان معدن هست، پروژه هست، یک کارخانه هست. یعنی یک انسان حساب نمیشه. یک انسان 100 میلیون انسان در بود مثبت و منفی همیگونه هست. اگر یک انسان خوبی شد، میشه 100 میلیون انسان خوب شود. اگر یک انسان خراب شد، میشه 100 میلیون انسان سبب خرابی 100 میلیون انسان شود. موضوع صحبت امروزه در مورد اخلاص در همه امور دین یا کمالات توحید را باید مسلمان دانست. الله متعال جل شانه اشرفترین انسانها و معلمترین انسانها و بیترین و پاکترین انسانها در روی زمین انبیاء علیهم السلام را خلق نموده و الله متعال در بدیل عقیده توحید و کمالات توحید و کمالات عقیده که مورد پسند الله متعال هست، این انبیاء علیهم السلام را به دعوت و جهاد بسیج کرد و امتحانهای بسیار سختی که 100 برابر عقل انسان مغلوب میسازه و همه دانشمندا و فیلسوفها و مصنفین و مؤلفین و مدبرین در روی زمین از اینطور امتحانات عاجز میمانند. همانا مثل امتحانی که انسان باید به آتش بیفتد و کاملا سوختنده شود و یک ذره از اثر او در روی زمین نماند. چرا؟ که جرمش است که این یک عقیده دارد به یک ذات الله پاک، یعنی ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام میگوید که بوت و سنگ و چوب و قبر و امام و پیر و مرشد و انسان و غیر الله و جبرائیل و میکائیل و جند و تکنولوژی و اسباب هیچ کدامشون اله نیست.
اله یک الله هست. لا اله الا الله. همینطور یک انسان که بیاید به میلیارد و لکها خدایان گچی و سیمانی و دست ساخته و خود ساخته عقل و نفس انسانها را رد بکنه، جرمی او چیست؟ باید او سختونده شود. زیرا در برابر ذات و صفات و قدرت و عبادت و اطاعت و صنعت و قدرت الله متعال، یک اله دیگر که در روی زمین بسیار سرکش است، او جناب نفس است. نفس. انسان در روی زمین یا عبدالله می شود یا عبدالنفس می شود. باز این نفس است که از خدایی خود به خدایان خورتکک دیگر هم تو را بیعت میده. بعد از این که یک انسان از دایرگی بندگی الله متعال بیرون شد معاذالله، باز عبدالنفس می شود، بنده جناب نفس. باز این جناب نفس شما را به خدایان خورتکک بیعت میده. عبدالدرهم، عبدالدینار، عبدالچوکی، عبدالمنصب، عبدالزبان، عبدالحزب، عبدالمذهب، عبدالگروه. باز شما را به بندگی های ذلت‌آمیز و ناکام ابدی شما را بیعت میده این نفس. و از جنگ مسلحانه هم به 100 میلیون مرتبه سخت‌تر جنگ به همراه جناب نفس است. و اولین سرکشی و مبارزه هم در برابر نفس شناختن توحید به نفس است. این نفس بسیار مخالف توحید است. و این پیامبران الله جل شانه در روی زمین همینطور امتحان شدن. این جدید نیست دوستای عزیز، این نو نیست. در راستای عقیده قرآن و سنت و یکتاپرستی الله متعال جل شانه، فیصله دست جمعی جمهور کفار قرار میگیره که باید ابراهیم علیه السلام باید سختونده شه. یکی است که من به تلفظ میگم و شما گوش میکنین و کتابتی از یک کتاب و رساله بخوانین. یکی است که حقیقتا یک وقت دست ما و شما را میتونه در یک آتش سر یک پیکنیک بگذارن، بگن حال سوختن میفهمی یا نه. ببینین یک پیامبر که عقل دارد، تعقل دارد، بصارت خیلی کامل دارد و حفظ جان را میداند که فرض است و هر تمنایی که بکند به حد اکثر مطابق شریعت و اون شریعت می شود، چرا این پیامبر حال چی لازم است چیکار کند؟ الهی بروی نوح و بروی آدم و بروی الیاس و بروی فلان پیامبر مرا نجات بده، یک بار هم اینطور کلمات نمیگه. چرا؟ لا اله. آدم علیه السلام و انبیای ما قبلنا پیش از ما همه لا، همه غیر الله هستند. هیچ کدومشون خالق، مالک، مدبر، حفیظ، متصرف، عزت دهنده، ذلت دهنده نیستند. لا اله الا الله. یقینا ما و شما دعوای خیلی بزرگی کردیم که این کلمه را خواندیم. اگر به شرط و شروط و ارکان و حقیقت های معنویات این کلمه ما برسیم، کل دنیا باید غلامی ما را بکنه، از زمینیش تا آسمانیش. یعنی حتی ملائکه. شب لیلت القدر چرا لگها ملائکه میایه، فرشته میایه که با شما مصافحه بکنه، دست بده؟ شما چی کمالات دارید؟ یا اینا با هر کس آماده میشه دست بده؟ نه، با او سینه و استخوان و فکر و مغزی که کمالات توحید الله متعال اسکن شده باشه. نمونهش مثل امام الموحدین، امام سلف، امام توحید ابراهیم علیه السلام. وقتی که نمرودی ها فیصله میکنن با آتشش بیاندازن، توسل به غیر الله نمیکنن. حتی جبرائیل یا اخی ابراهیم برای چی کمک کنم؟ لا اله. جبرائیل لا اله، مشرق لا اله، جنیات لا اله،
تکنولوژی لا اله، همه انسانیت لا اله، شمال و جنوب لا اله، کل کائنات لا اله الا الله، یک الله برای ما کافی است. و همونطور ثابت میکنه حسبنا الله نعم الوکیل، بس است، کافی است برای ما یک الله. اینطور مجرم جهانی در برابر عقیده همه بتپرستای تاریخ و طاغوت‌های تاریخ که تو میای این همه خدایان ما را رد میکنی، نه تفنگ داری، نه دلار داری، نه اسباب داری، نه مردم داری، نه چیزی داری و سزای توی است که باید سوختونده شوی. مواد سوخت جمع آوری میکنن، همون چیزی که در همون زمان مروج است به حد افراط، دست پایش بسته میکنن که بیاندازن. حالا باید چکار کنه؟ همین عقل خو میگه که از اسباب و زراعی و وسایل و حکمت و نرمی و میدکاری و مصلحت های درست و نادرست کار بگیر. عقل خو همینطور یک تقاضا میکنه. اما تقاضای عقیده در اینجا چیست؟ کمالات توحید اینجا از یک بنده چی میخواهد؟ او چیز، آیا الله حفیظ است؟ در صفات حفیظ بودن الله این کل مخلوق شریک هستند؟ نه. آیا تمام این مواد سوخت و غیر الله و جنیات و ملائکه همه مخلوق جمع بشن میتونن این صفت حفیظ بودن الله را تعطیل و معطل بسازن؟ نه. حال ما هم به صفات حفیظ بودن الله متعال خیلی یقین داریم. پیش از اینکه الله را خوب بشناسیم دیوال 6 منزل بالا میکنیم، 4 تا سیم خاردار کش میکنیم، 9 تا سمت محافظ میگذاریم، یک وقت سعی میکنیم زمین فوتبال بره، کلش نیست. اینجا وقتی که ابراهیم علیه السلام را به آتش میاندازن، کدام قدرت و طاقت و نیروست که آتش را بر جان ابراهیم علیه السلام گلستان میکند که یک موی از بدن ابراهیم نمیسوزد؟ لا اله الا الله. الله بدون از شریک و سکرتر و رفیق و دلار و درهم و چوکی شناختن. آیا همونطور یک طاقت به جسم همه مسلمان ها مشترک هست یا نیست؟ همون لا اله الا الله که ابراهیم میگفت، موسی میگفت، داوود علیه السلام میگفت، یوسف میگفت، محمد صلی الله علیه و سلم میگفت و صحابه میگفت و تابعین و تبع تابعین میگفت و ما میگیم چی تفاوتی داره ظاهر الفاظش؟ هیچ. اما معنویات و حقیقتش چی اندازه هست؟ درباره عقیده توحید یا کمالات توحید الله متعال جل شانه در کل قرآن عظیم الشان 2500 آیت نازل کرده که ما مسلمان ها جنازه ای آیات خواندیم و به قبرستان دفنش کردیم و با این آیات خداحافظی کردیم، با این آیات اختلاف کردیم، بین ما و الله نعوذ بالله اختلاف پیدا شده. الله در هر روز و در هر عبادت پیمان کردیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو عبادت میکنم و خاص از تو کمک میخوایم. اما عبادت ها را تقسیم کردیم، به قبرم رسیدیم رکوع کردیم، به پیرم رسیدیم رکوع کردیم، به رهبرم رسیدیم رکوع کردیم، به قانون باطلم رسیدیم رکوع سجده و تعظیم کردیم، به حرامم رسیدیم تعظیم کردیم، به رواج ها تعظیم کردیم، به اصطلاحات غیر دین تعظیم کردیم، به شریعت های خود ساخته خدایان باطله هم تعظیم کردیم، به سنت ها و رواج های نبیای خود ساخته که در برابر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای طریق سازی، حکم سازی، شریعت سازی، دین سازی کرده بودن، اونها هم تعظیم کردیم. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسی که لا اله الا الله گفتی، از یک الله اطاعت کن و از در منهج و سنت روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و باطل نکن عمل خدا.
در توحید فیصدی نیست. 99% موحد باش، 1% هم مشرک باشه، کافر ژاپنیستی، اورجینال کافر هستی. در توحید و عقیده فیصدی نیست که 98% قرآن و سنت میپذیری و 1% و 2%ش نمیپذیری. امین فتوای الله متعال هست. لا اله الا الله. اله کیست؟ لا اله. اله کیست؟ اله معبود بر حق است که تمام عبادت ها به ذاتش میشه و در تمام عبادت ها با او کسی شریک نیست و به غیر از ذات او هیچ کس مستحق عبادت نیست و هر کس شریک بسازی مشرک میشی یا غیرش را عبادت کنی. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله متعال فتوای ابدی میده که هرگز ابدالابد مشرک نمیبخشم. کسی خود من جنگم کرده نمیتونه. و به غیر از شرک هر گناهی که بکنه قابل بخشش است. و در برابر یکی تو قرآن موجود، سنت رسول الله موجود، سیرت موجود، کتاب عقیده موجود، تکنولوژی موجود، مدارس دین موجود، علما موجود، رسالت همه انبیا موجود، تو بیای کفر کنی، شرک کنی، ارتداد کنی، هیچ دلیلی برید نیست. یک دلیل هست که احمق باشی، دیوانه باشی، شب و روز نفهمی، سردی و گرمی نفهمی، سری و گرسنگی نفهمی. در او وقت برید خوب عذر است. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال پوهنتون بخوان، 10 سال مدرسه دین بخوان، باز بگو کفر کردم، شرک کردم، ارتداد کردم، نمیدانستم. الله متعال در برابر توحید انبیا را برای ما درس میده. موسی علیه السلام وقتی که مبارزه میکنه، فرعون و فرعونیا سرانجام میگه کسی که دعوت به توحید میده و در برابر فرعون عصر مبارزه میکنه باید به دریا انداخته شه. چی نیرو، چی اسباب و چی مدد و نصرت است که دریا را پیش روی موسی علیه السلام 12 سرک میسازد. نه فلسکار است و نه نجار است و نه نیروهای خارجی است و نه پیمان ناتو است، نه سازمان بین الملل است و نه وسیله و واسطه و اسباب ها و توسل های شرکی و غیر اسلامی است. چیست که این دریا را سرک ساخته؟ لا اله الا الله. عقیده به این کلمه است. همینطور پیش بیاییم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت بسته شد رو به میدان جهاد می رفتن. در کنار دریای نیل یا روم یا فارس بود، کجا بود رسیدن. گفتن حال از این دریا با این اسباب و شترها چگونه تیر بشیم اون طرف سرک. گفتن دعا میکنیم که یا الله ما برای تطبیق دین تو، برای دعوت توحید تو، برای رسوندن دین تو بیرون شدیم. یا الله ما ابراهیم و موسی نیستیم، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم که برای رسوندن توحید و یکتاپرستی تو هجرت کردیم. یا الله اسباب مدد و نصرت را مسخر کن برای ما. قدرت تو مافوق دریاست، مافوق مخلوق است، مافوق ملائکه است، مافوق ذرائع و وسایل کل کائنات است و تو به مدد کردن محتاج به اسباب و وسیله نیستی. ما محتاج هستیم، تو محتاج نیستی. خب دقت کنین، امروز ما صفات مخلوق و خالق از هم تفکیک نکردیم. بعضی وقت فکر میکنیم الله محتاج است به وسیله، نعوذ بالله. همین واسطه است که مردم میبینین به صفات سمیع بودن و بصیر بودن و خبیر بودن و عالم بودن الله صدها مرده و زنده و اولیا و الله و پیرا و رهبرای خود شریک میسازه، دور از مسلمان های سالم. اینجا دعا میکنن، اسبار بروی دریا برا میزنن. از اون طرف ایرانی ها وقتی که میبینن این رافضی های ایران میگن، بعضی میگه جنیات آمده، بعضی میگه پریا و دیب ها آمده، نزدیک میشن. یک صحابه میگه ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم که با برکت کلمه توحید الله متعال مدد و نصرت خود را شامل حال ما کرده و این دریا پیش روی ما سرک
و ما از روی این دریا با اسبای خود تیر شدیم، از داخل آب غرق نشدیم. و ما شما رو به یک توحید دعوت میدیم که بخوانید لا اله الا الله محمد رسول الله. از این پرستش خدایانی که بیچاره‌ها خودشان خود نجات داده نمیتونن در قبرها، از بندگی از اینا خود آزاد بسازید. این چی حماقت است که در فلسطین صدها پیامبر قبرستانش است. اسرائیلیای لعنتی قبرای اکثر پیامبران انفجار دادن. چرا معجزه و کرامتشان دفاع نکرد از اینها؟ پیامبران عزیز هستند، زیبا هستند، محبوب هستند، معبود نیستند، اله نیستند، خالق زمین و آسمان نیستند و در هیچ صفت الله شریک نیستند. مشکل همیست که مردم امروز صلاحیت یک نجار و آینگر و چوپان و دکاندار فهمیده صلاحیت الله و صلاحیت مخلوق از هم جدا نکرده. معبود الله است که هرگز عابد نمیشه و عابد غیر الله است که هرگز معبود نمیشه. و هرگاه که عبادت ها رو برای خود دعوا کردیم، بیا به من رکوع کو، بیا به من سجده کو، بیا به من تعظیم کو، بیا هر گفته مرا به خلاف کتاب الله و سنت قبول کو، بیا از من به ضد دین اطاعت کو، این خود دعوای الوهیت است، دعوای الله بودن است که انسان طاغوت میشه، خبیث‌ترین و نجس‌ترین و ملعون‌ترین کافر میشه. اما اگر مردم میگه چرا کفر این لنبر پلد نداره، چرا شاخ نداره، دو تا شاخ نداره، سنگ کافر شو که ده آخکار نلری، ده یو لنبر پلد خاص نشانی نلری، ده خو مسلمان ده کلمه وی مونگز که هر آورا سل بار سبحان الله وی، سنگ مسلمان ده، سنگ کافر شوی دی. ابو جهل بیترین چهره زیبا داشت ظاهرا. ابو لهب قدر مقبول و خوشصورت بود، خیلی زیبا. باید بگیم الحاج ابو جهل، چون 37 تا حج کرده بود. با آنقدر در کفر خود موحد بود که حتی قبر و پیر و انسان پرستش نمیکرد. یک بت جور کرده بود، روش نوشته کرده بود ابراهیم علیه السلام، من ابراهیم پرستش میکنم. الله میگه به پرستش ابراهیم مشرک و کافر ژاپنی شدی. پایینتر از ابراهیم خود 2 کفر است، 3 کفر است، 100 کفر است. تأسف است. و این توحید به چه حدی حاکم هست؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه در مناسک حج می آید، کمالات توحید در دلش جوش میزنه، برای سنگ حجر الاسود میگه ای سنگ، والله رب کعبه قسم هست که سنگ هستی، شفا داده نمیتونی، عزت داده نمیتونی، ذلت داده نمیتونی، مریض کرده نمیتونی. اگر تو رو رسول الله صلی الله علیه وسلم بوسه نمیکرد، والله تو رو بوسه نمیکردم. ملاسه امی عمر وهابی است یا نیست؟ کته وهابی نیست، کته غیر مقلد است. دخو وهابیان پیدا شویدی، غیر مقلدین پیدا شویدی. اولیاء الله قبول نداری، نمانی. اولیاء کرامت نمانی. این عمر بن خطاب رضی الله عنه که همه عربی خانها و ائمه مساجد میگن علیکم بالسنت و سنت خلفاء الراشدین، لا توحید خلفاء الراشدین، لا عقیده خلفاء الراشدین، لا سیاست و جهاد و قتال و نظام خلفاء الراشدین، لا اخلاق خلفاء الراشدین، لا عبادت خلفاء الراشدین، معاذ الله، هذا شرک کبیر. چطور ما پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و از صحابه را میکنیم که به توحید صحابه مشکل دارین، به سیاست صحابه مشکل دارین، به دوستی و دشمنی صحابه مشکل دارین، به نظام حدود الله صحابه مشکل دارین، به نظام اخلاقی و عبادت و حجابداری صحابه مشکل دارین؟ کجاست جناب؟ منظور از پیروی خلفای راشدین همین 20 رکعت نماز نفل در رمضان است؟ چرا ما با الله و با رسول و با دینش چلکاری میکنیم، فریبکاری میکنیم؟ این یقین و این عقیده و این توحید ما کجاست؟
که الله مرا میبینه و الله صدای مرا میشنوه و الله خوب و سخن خوب و خراب مرا مینویسه. همین عمر رضی الله عنه که به اسلام آوردن نفر چلم بوده و به سبقت و تلاش و مبارزه نفر دوم شده، وقتی که خلیفه مسلمان هاست میبینه یک جماعه از صحابه زیر درخت بیعت و رضوان همونجا نشسته هستن. میگه شما اینجا چی واسطه نشسته هستین؟ یکی میگه که همینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود صحابه را درس میداد، اینجا جای تبرک است. عمر رضی الله عنه میفرماید عمل و دعوت و عقیده و جهاد و سیاست و عبادت و اطاعت رسول الله تبرک است. رسول الله جایش تبرک نه، اینجا رسول الله به تشناب هم ششته، بیت الخلا هم ششته، بیت الخلا تبرک است. زود بلند شوید. چند تا صحابی را امر میکند که این درخت را گرفته از ریشه بکشید. الله اکبر. ایره میگه توحید و برادر، توحید در امور اطاعت، توحید در محبت. حقیقتا از ما و شما کلگی سوال شه که یا جناب مسلمان صاحب الله را زیاد دوست داری یا خانمت یا پدر و مادرت؟ والله ملا صاحب الله را زیاد دوست دارم، اما به خانهش رفتن نمیتونم، از امرش اطاعت کردن نمیتونم، به دشمنش دشمنی کردن نمیتونم، به دوستش دوستی کردن نمیتونم. این محبت دروغ است یا راست است؟ الله جل شأنه در نص صریح قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خویشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود پیشتر دوست نداشته باشین، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه. من چگونه الله را دوست دارم که از امر او اطاعت کرده نمیتونم؟ خانم خود زیاد دوست دارم، 15 ساعت روز برش کار میکنم، 6 ساعتم شب داخل بغرش خورخورک میکنم، همراهش خواب هستم. برای عبادت رب خود نیم ساعت تهجد خونده نمیتونم، نیم ساعت تلاوت کلام او کرده نمیتونم، 10 آیت از کلام او به ترجمه و تفسیر نمیدانم. رسول الله که 23 سال زندگی را با جگرخونی و قربانی ها و رشادت ها تیر کرد و نیم شب نماز میخون پاهایش ورم میکرد و ریش مبارکتر میشد، اشک میریخت و دستای خود در نیمه های شب بلند میکرد. اللهم اغفر امتی، هی الله امت گناهکارم را ببخش و مغفرت بکن. این امت آیا به محبت فیسبوک شو خوابش میبره؟ به محبت گیمبازی خوابش میبره؟ به محبت سریال هندی خواب میشه؟ یا به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ و وقتی که سنتش پیش آمد الله متعال اونجا میگه ان الله ملائکته یصلون علی النبی، پیامبر شخصیتش که شخصیتی است که الله برش درود خوانده و مسلمان اینجا امرایش اختلاف داره. سنت پیغمبر به مسجد معامله نکنید که اختلاف پیدا میشه. اختلاف میفهمی؟ اختلاف حرام است، سنت حلال است. پیامبر حرام آورد، فتنه ایجاد کرد، نعوذ بالله. این فتوای مسلمان ماست. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرده. و من یتوله، کسی که رو گشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزاری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید، تا پکت و زندانیش کرد و بندیش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو از این نیستی. ای فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از او همو است، با همو حشر میشه. آیا حقیقتا ما در توحید رسول الله را از مادر و پدر و بابا و اجداد و خویشاوندان پیشتر دوست داریم؟
آیا امروز با فتوای جناب دکتر صاحب زیاد عمل میشه یا با فتوای رسول الله؟ دکتر صاحب بگه شوری و چربی تندی نخور، کل مردم پریز میکنه واسطه کلسترول و شکر. اما ذلیل‌ترین شخصیت، پایین‌ترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله. جوان ریش خود نگاه داره، فوراً تاپه یک گروه 10 ساله و 5 ساله و 20 ساله را سرش میزنه که این داعش آمد، این طالب آمد، این القاعده آمد. پیامبر یعنی شاگرد داعش، یعنی شاگرد طالب. شخصیت کشی پیامبر، شخصیت کشی سنت پیامبر. سیدنا ابوبکر رضی الله عنه در منبر مکه مکرمه خطبه ایراد کرد. مشرکینی را از منبر تکدن، یا تو کوبش کردن، زدن، بوکس و لقت و الله اکبر بکشن. دین جدید آورده، مردم از رواج پدر و بابا جدا میکنه. چنان لطکوبش کردن که 3 شبانه روز کم و بیش در حال بیهوشی به سر میبره. بعد از این که به هوش میآید، اول کلماتی که از زبان این صدیق اکبر بیرون میشه، نه آب طلب میکنه، نه غذا، نه مادر و نه پدر، اینطور میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم بگوید که رسول الله در کدام حالت است. این محبتی صحابه است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما هم رسول الله را دوست داریم خیلی زیاد. بر رهبر سیاسی و دینی و مذهبی ما توهین شه، 20 نفر خود به کشته میدین، صدها مظاهر رو به بازارا میندازین که مرده باد و زنده باد، از یک شرابی، از یک لادین دفاع کنیم. اما برای رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین شه، پینک مام تروش نمیشه. برای ازبا و گروهای خود صدها لک دلار مصرف میکنین. برای سنت و منهج و بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سیرت النبی 200 روپیه به خانه ما پیدا نمیشه. به این واسطه است که نام ما محمد و احمد و مصطفی و عبدالرحمن و نورالدین و شمس الدین و گلبدین است. به داخل محفل تفریح و دکان و تجارت و نظام سیاست و عروسی ما 0.5 کیلو دینم نیست، 50% دینم نیست. بیایید، امروز جمعه است، روز 100 نفر به این کشور کشته میشه. برای تسلیتشان برسه کنید که مردم به بند غرقه چی میخوره، مردم به سروبی چی میکنه، مردم به باغ ملت و تخت سفر هرات چی میکنه. این ملت همه قدر رسول الله را دوست داره که حتی برای ایای سنتش در خانه الله آماده نمیتونه، حتی به واسطه انگلیسی و کیمیا و فیزیک و بیولوژی 1 ساعت غیر حاضری نمیکنه. به واسطه محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله اکبر، الله اکبر. همینطور دوستی، همینطور ذلت، همونطور دوستی صحابه، همونطور عزت. عزت صحابه را کم برای ما و شما گفتن. ما و شما تاریخ اسلامی را نخواندین، سیرت خوب نخواندین. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، این صحابه با کمالات توحید و اتباع سنت به کجا رسیده بودن؟ از سرزمین مکه و مدینه تا مشرق و مغرب و شمال و جنوب و 56 کشور اسلامی یک مسلمان گدایگر و زکاتخور و مزدور نداشتن. کل زکات خود به دانشمندای یهودی و نصرانی و مجوسی میدادن. مسلمان ها زکاتخور و مزدور و مسکین نداشتن. چرا؟ صحابه توحید داشتن، اتباع سنت داشتن. دوم، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به تکنولوژی معاصر وقت خود در کل دنیا اول بودن. کشتی را مسلمان ها جور کرد، قایق مسلمان ها جور کرد، ساعت مسلمان ها جور کرد، اسباب طب و دکترین مسلمان ها اختراع کرد. غربی ها و شرقی ها و اینهایی که امروز زنایشان به سر مسلمان ها نظام میچلانه، اینها اسباب تکنولوژی و زراعی و وسایل نداشتن. اگر محتاج به یک کشتی و قایق میشدن، مجبور پیش مسلمان 1 ماه زاری و غلامی میکردن.
کجا شد او تاریخ؟ حقیقت به تلویزیون های ما تو گپا یاد میشه؟ به منبر مسجد و حلقه درس ما یاد میشه؟ به عروسی و محفل و مجلس ما تو سخنا یاد میشه؟ نه، این سخنا مثل مواد مخدر بر جرم است. سوم، همین صحابه به علم و دانش و تدریس و دعوت در 56 کشور روی زمین اول نمره بودن. در پانتون‌های آمریکا و آسیا و لس آنجلس و لندن 90 تا شاگرد کافر بود، 10 تا شاگرد مسلمان. استادم از مسلمان، کتاب از مسلمان، نصاب از مسلمان. کفار نه کتاب داشتن، نه نصاب داشتن، نه استاد داشتن. کجا شد او زندگی؟ امروز الف ما الله نوشته باشه، با لندن مشوره میشه که الله باید تبدیل به انار شه. جیم جهاد بود، جهاد تبدیل به جواری شه. هی حج بود، حج تبدیل به حلوا شه. تفنگ بود، تبدیل به تلویزیون شه. و ما دوستدار جامعه انسانی هستیم و مسلمان ها دوستای نادان ما و دشمنای دانای ما روز شب میکنن و شب روز میکنن. وقتی که دوره دکترای خود ما در پانتون یوسف علیه السلام میخواندیم، یک دانشمند آمریکایی از ما پرسید ما چی واسطه در کشورهای اسلامی میریم؟ من گفتم دو حالت داره، یا فایده زیاد میکنیم یا احمق نهایت بلند درجه هستیم که مال تو، جان تو، خون تو همه میره بازم بی هدف باشی، یا نه که هدف داری. اول باید ما توحید را در جسم خود حاکم بسازیم برادر عزیز. چند فیصد حاکم است به جسم ما؟ هر کس خود حساب کنه. ما دین آمادیم، سخنرانی جور کردیم، نعوذ بالله گفتیم برو پیش منبر که اونجا امپیتری روشن میشه، تکبیر، الله اکبر، الله رسول زیاد دوست داریم. برنامه 24 ساعته ما در خانه برای کیفیت ایمان به دختر ما، به پسر ما، به موصل ما، به متعلم ما، به دکاندار ما چی است؟ چند ماه پیش از این کابل چند تا جوانها بورسیه به فرانسه رفتن برای ماستری. استاد مسلمان در فرانسه از موصلین علوم عصری ماستری روخانی قرآن پرسان میکنه، میبینه روخانی قرآن یاد ندارن، بعد از 16 سال درس خوندن 20 نفر پس واپس میکنه، وزارت تحصیلات عالی کابل روان میکنه، میگه برید به کفرستان، مردم کل قرآن یاد داره، شما در کشور اسلامی که 1400 سال تاریخ دارید تا روخانی قرآن کریم یاد ندارید، برید قرآن یاد بگیرید باز به بورسیه بیایید. ما و شما مکلف هستیم که توحید الله متعال جل شانه را خوب بشناسیم و بدون از فیصدی از سنت و بعثت و منهج و نبوت 23 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل تابعداری کنیم. چرا؟ سخن پیامبر وحی است، از سخن دانشمند و مجتهد و مصنف و استاد و رهبر و سخنران بالاست. دوم باید اخلاص ما خوب بشه برادر عزیز. الله متعال ما را امر کرده اجابت کل اعمال مسلمین دو صفات داره، اول اخلاص، دوم اتباع سنت. فدعوا الله مخلصین له الدین، بخوانید الله را، ذکر کنید الله را، به نام الله سوگند بخورید، قسم بخورید، نذر کنید، ذبح کنید، قربانی کنید. و مخلصانه، خالص یعنی چی؟ اخلاص به معنای پاک کردن اعمال از کفر و شرک و ارتداد و بدعت و تمام اقسام کفر، چیزی که ناپاک میکنه، عمل ناقض میکنه، میشکنه. در تمام امور دین، نماز، روزه، حج، زکات، عبادات کل 4 قسم میشه. عبادت های عقیداتی که شناخت الله متعال به توحید و رد شرک است، عبادت های عملی مثل نماز و روزه و
اخلاقیات و عبادت‌های مالی، دادن زکات و کمک به مساکین و مجاهدین و عبادت‌های سیاسی، تطبیق حدود الله در روی زمین پیش از مرگ. در قرآن کریم 2500 آیت درباره عقیده توحید آمده و رد شرک و کفر و ارتداد و 520 آیت درباره نظام حکومتداری رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام آمده. برادر عزیز، نظام های گروه ها و حزبان نه، نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال حکومتداری داشتند که فعلا جنازه از او حکومتداری 10 ساله خونده شده. فعلا مردم با حکومتداری پیامبر